بعد از تماشای فیلم خیانت به خود تاثیرات و برداشت‌های زیادی گرفتم. بار دیگر چهره منفوری آنهایی که در دوران سالهای اولین دولتسازی تاجیکان رخنه به صلح، رخنه به وحدت، رخنه به ایمان و اعتقاد ما تاجیکان زدند روشن گشت. میدانید که این عملهای ناپاک حزب نهضت اسلامی به نام اسلامی است. من نمیخواهم به این حزب نام اسلامی ناب را همراه کرده باشم. من نمیخواهم به این حزب نام تاجیکستان پاک و به آلایش همراه کرده باشم. حزب ریاکاران، حزب دروغگویان، حزب دشمنان اشدی ما تاجیکان و آنهایی که در آغاز دولتسازی تاجیکان به ما رخنه زدند نمیخواستند که ما دوباره بعد از 1000 سال صاحب دولت باشیم، صاحب سلطنت دولتداری را به سر داشته باشیم. در سالهای اولین استقلال من بعد از ختم مکتب میانه در دوره تحصیل در مکتب عالی چه در دوره فعالیت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 شهر به حیث آموزگار فعالیت می بردم. در این دوران اوج خروش نهضتیان ریشه به تمام قشرهای جامعه میزد و با هر واسطه خصوصا از حساسیت ما تاجیکان، از ایمان ما، از اعتقاد باوری ما نهضتی ها استفاده برده میخواستند با هر راه صف خود را، همصفان خود را زیاد نمایند.